امروز میخوایم با استفاده از هوش مصنوعی ببینیم بعد از حکومت ساسانی، صفوی و قاجار اگر پهلوی هنوز حکومت میکرد ایران الان در چه وضعیتی بود؟ تاریخ همیشه یه سری مسیر رو به ما نشون میده که یه سیاست، یه سرمایه‌گذاری و حتی یه انتخاب میتونه تو سرنوشت اون مسیر تأثیر بذاره. حالا امروز میخوایم مسیری که میتونست آینده ایران باشه رو با هم بررسی کنیم. اگر هیچ وقت انقلاب ۵۷ اتفاق نمیافتاد چی؟ اگر هنوز پهلوی داشت حکومت میکرد الان ایران تو چه وضعیتی بود؟ تو دهه ۱۳۱۰ خورشیدی وسط خونه‌های خشتی تهران یه ساختمون مدرن که قرار بود قلب دانش خاورمیانه باشه ساخته شد. دانشگاه تهران. طراحی این دانشگاه و معمارای ایرانی با کمک معمارای فرانسوی انجام دادن. هدف ساخت دانشگاه تهران فقط یه مرکز آموزشی نبود. اونا میخواستن نوسازی اون زمان رو به رخ بکشن. تو سال 1350 ایران میزبان یکی از پرهزینه ترین رسم‌های تاریخ شد. جشن 2500 ساله شاهنشاهی. مراسمی که شکوه ایران باستان رو به رخ می‌کشید. این مراسم رو اطراف آرامگاه کوروش و تخت جمشید برگزار کردند. رئیس جمهور و مقام‌های 60 کشور جهان تو مراسم شرکت کرده بودند. برای برگزاری کاخ‌های با شکوه ولی موقت با فرش‌های ابریشمی که از فرانسه و ایتالیا آورده بودند ساخته شده بود. هدف پهلوی از این مراسم نشون دادن آمادگی ورود ایران با تمدن به مسیر مدرن شدن به کل دنیا بود. یکی دیگه از سنت‌های دوران پهلوی مدل خوشامدگویی مردم روستاها و شهرهایی بود که شاه ازشون بازدید میکرد. مردم با ساز و کوب مخصوص خودشون از شاه استقبال میکردن. این سنت نماد سیاست و فرهنگ متمدن ایران بود. دوران پهلوی با همه داستان‌هایی که داشت ولی مسیر ایران رو به سمت مدرنیته شدن می‌برد. اگه این مسیر ادامه پیدا می‌کرد الان ما تو چه وضعیتی بودیم؟ تهران میزبان فستیوال‌های موسیقی چند روزه با خواننده‌های مطرح دنیا بود. اقتصاد ایران در جهان شبیه ترکیه یا عربستان امروزی بود. دوستی و روابط خوبی با آمریکا و اروپا داشتیم و یه عضو فعال تو سازمان‌های اقتصادی جهانی بودیم. تحریم‌ها هیچ وقت به این شدت نبودن و مردم از وضعیت کشور راضی بودن. وقتی ایران سمت پیشرفته شدن رفته، تو بحث پزشکی هم پیشرفت زیادی کرده. همین پیشرفت باعث شده تا بیمارایی که نیاز به درمان تخصصی دارن از کل دنیا به ایران بیان. ولی این پیشرفت‌ها خیلی هزینه دار بود. ممکن بود ایران به یه حکومت دیکتاتوری نظامی تبدیل بشه، یعنی مردم آزادی زیادی نداشتن یا شاید اختلاف طبقاتی خیلی بالا بود. آزادی پوشش و حضور زنها تو هر قسمت از حکومت حس می‌شد و عادی بود. مرکز تفریح‌های مدرن، موزیک‌های غربی و ایرانی با هم، سینمای ایران هم تو سطح جهانی حرفی برای گفتن داشت.
همه اینا میتونست تو ایران اتفاق بیفته. شاید مردم آزادی بیشتری تو زندگی شخصی داشتن، ولی حکومت قدرت رو از دست نده. یعنی فضای سیاسی مردم مثل امارات یا قطر بود. اگر حکومت پهلوی ادامه پیدا میکرد، جذب توریست میتونست کمک زیادی به اقتصاد ایران بکنه. حفظ و مدیریت آثار باستانی ایران رو تبدیل به مقصد گردشگرای علاقه به تاریخ میکرد. جشنواره‌های مختلفی برای نشان دادن فرهنگ و تمدن ایران برگزار میشد. بحث آموزش هم شاید پیشرفت خوبی میکردیم و جوان ایرانی ارتباط فرهنگی خوبی با دنیا داشت. 75% جمعیت هم شهرنشین میشدن. واقعا بهتر میشد یا فقط یه حکومت سلطنتی و تشریفاتی ادامه پیدا میکرد؟ نظرتو توی کامنت ها برام بنویس.